لطف خدا در کنار این کار خداپسندانه که انجام میدادیم یک کار خیر دیگرم با مدیریت و تلاش خانم ترک و پناهگاه نور با اسپانسری آقای داوودی شروع کردیم. 5 تا زندانی غیر عمد مالی آزاد کردیم که به جمع حامیای حیوانات اضافه شدن. به لطف خدا و با حمایت خیرین انجمن حمایت از حیوانات بدهی ما پرداخت شد و آزاد شدیم و برای قدردانی از این لطف به جمع اعضای این انجمن پیوستیم. تنها راه شاد شدن یه چیزه و اون این است که آدم نیت بکنه که من دلم میخواد شادی تولید بکنم، میخوام شادی تولید بکنم در عالم. ما شاد میشه، شادی ها رو همه میدن به این، میگن آقا از طریق شما توزیع بشه. شکر رو میدن شما توزیع بکن. آدم وقتی عاشق شد اصلا با سواد میشه، با هنر دائما رو خودش کار میکنه. آدم عاشق به کمال میرسه، عشق آدم رو به منتهای کمال میرسونه. فقط شما یه نیت بکنید که من میخوام خودم رو مایه خیر و برکت بکنم برای هر کسی. من دوست دارم این کار.